درود دوستان، یه بچه مصنوعی که امروز گرفتم. برگ مو، یه قاب شفیره در حال تولد، دوباره شفیره در حال تولد و چند تای لارو پیر و عسل. من به کندو یتیمی نمیدم و همون لحظه ملکه باکره رو بهش میدم. از لارو پیر که نمیتونه شاخون بزنه و همه این زنبورها هم الان دو ساعت 3 ساعت گذشته دیگه پروازی هاش برگشتن داخل زنبورستانه. دیگه فقط پرستار مونده. حالا 24 ساعت یا 30 ساعت 35 ساعت رد میشه، بعد ملکه رو آزاد میکنن، به همین راحتی قبول میکنه. امسال 50-60 تا بچه گرفتم به همین روش. یه دونه هم تلفات نداشتم که پذیرش نشه.